پیامبر اسلام صلی الله علیه و سلم در اوصاف پسندیده اخلاق زیبا، گفتار راست سودمند و کردار حکیمانه و نیکویش بزرگترین دعوتگر به سوی ایمان است. او پیشوا و امام اعظم و سرمشق الگوی کامل است. امروز هر قدر ذوقها، الهامها، افکار و اندیشه ها در وصفش بچرخند و عظمتش را بار بار تکرار نمایند و مداحان در وصفش مداحی نمایند، در دامنه کوه عظمتش خسته میمانند. الله سبحانه میفرماید و انک لعلی خلق عظیم. ای پیامبر، براستی که برای تو اخلاق بسیار بزرگی هست. حضرت عبدالله بن عمرو بن العاص رضی الله تعالی عنهما اجمعین میفرمایند پیامبر صلی الله علیه و سلم بد اخلاق، تشنام دهنده، بد دهن نبود و همیشه میفرماید بهترین شما کسی است که اخلاق زیباتر باشد. الله سبحان از همان دوران کودکی تا قبل از بعثت اخلاقش را کامل کرده بود. هرگز بتی را پرستش نکرده بود، هرگز شراب ننوشیده بود، هرگز وقتشان را در کارهای بیهوده مصرف نکرده بود و در میان قومشان صادق و امین مشهور بود.